Hello my beautiful friends، به چنل فرینلیش خوش اومدید. من فری هستم و امروز قراره یکی از کاربردی ترین گرامرها در زبان انگلیسی رو با همدیگه یاد بگیریم. Present Continuous یا گرامر حال استمراری. حالا باید بدونیم در کل گرامر حال استمراری چی هست. حال استمراری برای بیان کارهای استفاده میشه که دقیقاً الان در حال انجام هستند. مثل I am cooking، من الان دارم آشپزی میکنم. She is studying، اون دختره داره درس میخونه. They are walking، اونها دارن قدم میزنن یا دارن پیاده روی میکنن. برای کارهایی که الان داریم انجام میدیم میتونیم از گرامر حال استمراری استفاده کنیم. ساختار جملاتی که توی اونها گرامر حال استمراری به کار برده میشه به این صورت ساخته میشه: فاعل به علاوه am is are میشه به علاوه فعل به علاوه ing. اینجا ing به فعل میچسبه. به این مثال ها دقت کنید. I am speaking، I am speaking، من در حال صحبت کردن هستم. She is watching TV، She is watching TV، اون داره تلویزیون نگاه میکنه. They are playing football، They are playing football، اونها در حال فوتبال بازی کردن هستن. برای وقتایی که یکی ازتون میپرسه که در حال حاضر کارت چیه، مثلا اگه یک معلم هستی میتونی بگی I am teaching، I am teaching، الان دارم درس میدم. و یا برای وقتایی که کسی صداتون میکنه و میخوای بهش بگی که من دارم میام میتونی بگی I am coming، I am coming. میرسیم به کاربرد این گرامر. کاربرد اولش برای کار در لحظه هست، مثل He is cooking dinner، He is cooking dinner، اون الان داره شام میپزه. کاریه که یک شخص تو همون لحظه داره انجامش میده. کاربرد دومش برای کارهای موقتی هست، مثل I am living with my cousin this week، I am living with my cousin this week، من این هفته با پسر عمویم زندگی میکنم. تو همچین مواقعی برای بیان کارهایی که توی یک بازه زمانی موقت انجامشون میدیم میتونیم از گرامر حال استمراری استفاده کنیم. کاربرد سومش برای برنامه آینده نزدیکه، مثل We are meeting our friends tomorrow، We are meeting our friends tomorrow، ما فردا با دوستامون قرار داریم. میتونیم برای کاری که قراره تو آینده نزدیک انجامش بدیم هم از گرامر حال استمراری استفاده کنیم. حالا شاید سوالتون این باشه که تفاوت حال ساده و حال استمراری چیه؟ حال ساده برای عادت هاست، مثل I play football، عادتیه. مثلا اینی که بهت میگه تو اوقات فراغت چه کار میکنی؟ توی جوابش میگی I play football، یعنی به رسم عادت هر روز فوتبال بازی میکنم. اما حال استمراری برای کاری که در همون لحظه انجام میشه، مثل I playing football، فعلمون ing گرفت، الان دارم فوتبال بازی میکنم. یه نکته تلفظی بهتون بگم دوستان، فعل هایی که ing میگیرن ما معمولا جی آخر کلمه رو تلفظ نمی کنیم، چون که استرس نداره ازش رد میشیم. مثلا میگم coming، teaching، playing. اشتباهات رایجی که بعضی زبان آموزها مرتکب میشن ing دادن به افعالیه که حال استمراری نمیگیرن. افعال احساسی مثل want، like و know استمراری نمیگیرن. مثلا من نمیتونم بگم I am knowing، اشتباهه، ing نمیگیره، باید به همون I know بسنده کنم. گایز بعد از این همه توضیح بیایید با هم چند تا تمرین حل کنیم. بهم بگید که اون الان داره ناهار میخوره به انگلیسی چی میشه؟ She نقطه چین lunch right now. Correct میشه She is eating lunch، She is eating lunch. eat ing میگیره و تبدیل به کاری میشه که در حال حاضر در حال انجامه. حالا بهم بگو در حال حاضر کیو میبینی؟ به انگلیسی چی میشه؟ آفرین. Who are you seeing؟ Who are you seeing؟
حالا بهم بگو داری چه کار میکنی؟ به انگلیسی چی میشه؟ آفرین دوست عزیزم. What are you doing? What are you doing? دوی ما ing گرفت، یعنی الان داری چه کار میکنی. What are you doing? عالی بودی. حالا بلدی چطور از حال استمراری استفاده کنی. کلید یادگیری زبان تمرین و تکرار هست. اگه متوجه توضیحاتم نشدی ویدیو رو از اول ببین و توی ساختار جملات حال استمراری هر کلمه‌ای که مد نظرت رو جا بده و جملات جدید بساز. لایک و سابسکرایب یادت نره. تا ویدیوی بعدی. بای بای.